آهنگ جدید و باور نکردنی تخمین ارسلان با جمشید پروانی. تخمین ارسلان چرا علاقه دارد با هنرمندان محلی خوان کشور آهنگ بخواند؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی تخمین ارسلان در کشور استرالیا. و جمشید پروانی در کدام کشور زندگی می کند؟ مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تخمین ارسلان یکی از هنرمندان محلی خوان کشور که شهرت و محبوبیت بسزایی دارد. تخمین ارسلان عاشقانه میخواند و با صدای سوریله‌ای که دارد دل میلیون ها افغان را آزان خود کرده است. تخمین ارسلان در یک خانواده هنری دیده و جهان گشود. پدر تخمین ارسلان از جمله موفق‌ترین هنرمندان افغان است. تخمین در کشور استرالیا بزرگ شده است و برنامه‌های مختلف هنری در داخل و خارج از کشور برگزار می‌کند. چند نمی‌شود تخمین ارسلان با هنرمندان محلی خوان کشور آهنگ‌های دوگانه ثبت کرده است که مورد حمایت و تشویق گسترده افغان‌ها قرار گرفت. جدیداً تخمین ارسلان در عید قربان قرار است با جمشید پروانی آهنگ دوگانه عاشقانه بخواند. این همه در حالی است که جمشید پروانی هنرمند محلی خوان کشور بعد از تحولات سیاسی در کشور در ایران پناهنده شده است، ولی در ایران هم مانند قبل به کارهای هنریش ادامه می‌دهد. تخمین ارسلان این آهنگش را برای حمایت از تمامی افغانهایش سروده است. ما هم در انتظار نشر این آهنگ جدید از تخمین ارسلان و جمشید پروانی خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان تخمین ارسلان به اشتراک بگذارید. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگری این کانال را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.